به شما یاد بدیم چطور میتونید یه نوشیدنی ورزشی ساده تهیه کنید، نه اینکه برید از بیرون خرید کنید. یه نوشیدنی ساده‌ای که تو خونه میتونید تهیه کنید و با خودتون همراه داشته باشید. 60 تا 80 گرم شکر رو، 1 گرم نمک و مقدار کمی آب لیمو رو با 1 لیتر آب مخلوط میکنید و به ما یک نوشیدنی ساده ورزشی میده. اگر بخوایم یک نوشیدنی ایزوتونیک تهیه کنیم که به صورت پرمصرف هم بین ورزشکارها استفاده میشه، 1 گرم نمک با 200 میلی گرم آب پرتقال یا عصاره پرتقال ترکیب میکنیم، در 1 لیتر آب میریزیم و این رو میتونید نوشیجان کنید به عنوان یک نوشیدنی ایزوتونیک. یادتون باشه نوشیدنی ایزوتونیک رو در حین مسابقه میتونید مصرف کنید. چرا؟ چون جذبش بسیار سریع و زوده. گفتیم ایزوتونیک ها با اندازه پلاسمای ما همخوانی داره و میتونه خیلی زود جذب بشه. حالا اگر نیاز بود قبل از ورزشتون از یک نوشیدنی سبک استفاده کنید یا توی تمرین خیلی سبک خواستید نوشیدنی همراهتون داشته باشید، به این صورت میتونید نوشیدنیتون رو درست کنید. 1 گرم نمک، 100 میلی گرم آب پرتقال یا عصاره پرتقال، باز هم 1 لیتر آب. این یک نوشیدنی ساده است که میتونید کنار خودتون قبل از شروع مسابقه یا در حین یک مسابقه آروم با خودتون داشته باشید. و اما میخوایم بعد از مسابقه ریکاوری کنیم، برگشت به حالت اولیه داشته باشیم، یک نوشیدنی ورزشی پرمصرف هایپرتونیک یاد بگیریم و شاید هم دارید تو مسابقه استقامتی شرکت میکنید. یک نوشیدنی هایپرتونیک میتونه حالتون رو جا بیاره. این بار 1 گرم نمک، 400 میلی گرم آب پرتقال، باز هم 1 لیتر آب. یک نوشیدنی پرمصرف هایپرتونیک. تا الان یاد گرفتید چگونه برای خودتون یک نوشیدنی خوب ورزشی با توجه به رشته ورزشی خودتون داشته باشید. این بار میخوایم بگیم برای نوشیدنی های ورزشی به یک نکات خیلی ریزی توجه کنید. در ابتدا اینکه اسید سیتریکی که در نوشیدنی های ورزشی وجود داره باعث تخریب دندون ها میشه. نتیجتاً نوشیدنی رو سریع و با نی مصرف کنید. نوشیدنی خنک سریعتر جذب میشه، خطر فرسایش و تخریب دندون هاتون رو هم کاهش میده. از مصرف غذا و نوشیدنی جدید قبل از مسابقتون خودداری کنید. ممکنه اون نوشیدنی به بدن شما نسازه. حتما اگر میخواید از نوشیدنی قبل توی مسابقتون استفاده کنید، حتما از قبل یک بار امتحانش کنید. دلدرد، دلپیچه یا حالت تعوی براتون به وجود نیاره. استفاده از نوشیدنی ورزشی با بیش از 8% کربوهیدرات در حین فعالیت میتونه برای شما ناراحتی‌های گوارشی به وجود بیاره. حتما حواستون به این موضوع باشه. و استفاده از نوشیدنی‌های ورزشی که صرفاً حاوی فرکتوزه. منظورمون فقط قند میوه و یا عسل مطلوب نیست. هم جذب کندتری داره و هم ناراحتی‌های گوارشی رو با خودش همراه داره. و اما راهنمایی داریم برای شما که به شما بگه چگونه آب رو قبل از مسابقه، حین مسابقه و بعد از مسابقه یا ورزش بر اساس شدت، زمان فعالیت و دمای محیط مصرف کنید. ممکنه متفاوت باشه ولی ما یک مثال برای شما اینجا آوردیم. اگر فعالیت‌های کمتر از 30 دقیقه دارید، اصولاً نیازی به آب خوردن در این شرایط نیست مگر اینکه هوا خیلی گرم باشه. اگر فعالیت‌های شما 30 تا 60 دقیقه است، در این حالت هم خیلی نیاز به آب خوردن ندارید، ولی میتونید از یک نوشیدنی حاوی آب و کربوهیدرات استفاده کنید. اما این نوشیدنی رو در 30 دقیقه دوم به فعالیتتون اضافه کنید. اگر فعالیت‌های شما 1 تا 3 ساعت طول میکشه، یک نوشیدنی ورزشی با خودتون ببرید که آب و کربوهیدرات داشته باشه و به طور منظم هر ساعت 30 تا 60 گرم کربوهیدرات مصرف کنید و بعد از تمرین یادتون نره حتما آب بنوشید. و اگر یک فعالیت ورزشی بیش از 3 ساعت دارید، یک نوشیدنی ورزشی انتخاب کنید که حاوی آب، کربوهیدرات و نمک باشه که بتونیم یک ریکاوری خوب هم بعد از اون داشته باشیم. به طور منظم در هر ساعت 30 تا 60 گرم کربوهیدرات مصرف کنید و بعد از تمرین هم به نوشیدن آب ادامه بدید. نوشیدن بیش از حد مایعات میتونه به گیجی و از دست دادن